ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هرگز نگو فلان کار را فردا انجام میدهم مگر اینکه اول بگویی اگر خدا خواسته باشد. و پروردگارت را یاد کن چون هرگاه او را فراموش کردی و بگو امید است پروردگارم مرا به راه درستتر هدایت کند و بگو امید است پروردگارم مرا به راه درستتر هدایت کند. عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا رشدا. در این گونه موارد است که بنده مخلصانه عرض میکنم کسانی که معتقدند یا مدعیند یا میگویند قرآن تراوش افکار خود محمد است، آدم دانایی بوده چیزای خوبی گفته، کسانی که چی میگویند یا خیلی بی سواد و خیلی از قرآن دورن یا بیش از حد کودنن یا خیلی لجوج و نادرستن، یکی از این ستا و جز این یک این ستا نمیتواند باشد، یا هیچ قرآن نخونده اصلا اطلاع نداره از قرآن و یا خیلی بیشعوره و یا خیلی لجوجه، یعنی خیلی دشمن سرسخته. وگرنه چگونه میشود همچون آیه سخن خود محمد باشد؟ شما دقت کنید آیه چه گفت. آیه میگوید هرگز نگو فردا فلان کار انجام میدهم مگر اینکه اول بگویی اگر خدا خواسته باشد. پروردگارت را یاد کن هرگاه او را فراموش کردی و بگو امید است پروردگارم مرا به راه بهتری هدایت کند. این میتواند سخن خود رسول الله باشد؟ معقول هم چیزی؟ خب پیامبر به کی میگوید این؟ بالاخره طرف باید باشد دیگه.